زنهای بلوگر، شما زندگی خصوصی خود را ندارید. تمام زندگی شما در نمایش است. کجا می روید، چی کار می کنید، چی می خورید، حتی زندگی کودکانتون را هم به نمایش گذاشته اید. فقط حاجتخانه در آمدن و چگونه حمام کردنتان مانده است که کدام روز آن را هم به نمایش می گذارید. زن وقتی طعام خوردن خود را به نمایش می گذارد، بی حیایی خود را اثبات می کند. یک زن مسلمان هرگز دهان گشاده در پیش مردان بیگانه طعام نمی خورد. اصلا از همین گونه نوارهای شما برای مردم چی فایده است؟ فایده اش تنها همین است که مردان را به گناه می کشید و وقتهای گرانبهای مردم را برباد می دهید. زنهای بلوگر، از لایک و پرسماتورهای زیاد در نوارهایتان خوشنود نشوید. قسم به ذات الله که روز قیامت هر بیننده بر علیه شما گواهی می دهد و آن روز سخت پشیمان می شوید که هیچ سودی ندارد. خواهران عزیز، به خود بیایید. دنیای دو روزه غدار شما را فریب ندهد.